you found the one, you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't. سلام بچه ها، خوش اومدین به چنل من. پس از سالها 2 ماه گذشت از آخرین ویدیویی که گذاشتم. سال نوتون مبارک باشه. امیدوارم که توی این سال جدید اگر میخواین درآمد دلاری داشته باشین یا یه تارگتی رو گذاشتین واسه خودتون، یه هدف خاصی دارین، حتما بهش برسین و اگر من هم توی این مسیر بتونم کمکتون کنم واقعا خوشحال میشم و باعث افتخارم خواهد بود. خب بریم یه آپدیتی بدیم از اینکه من چیکار کردم، چه خبر، چی شد، چرا دیگه ویدیو نذاشتم، اصلا چه بر من گذشت توی این مدت. اول اینکه خدا رو شکر کسب و کار اوکیه، همه چیز خوبه، فعلا شرایط مساعد هستش و دلیل اینکه من ویدیویی نذاشتم این بود که خب دستم بند شد، بند یه گروهی که حالا تقریبا 60-70 تا ما معلم داریم، مدرس داریم از حالا ایران، روسیه، کشورهای مختلف. ایرانی هستن ولی خب حالا یا دانشجو هن یا جایی ساکن هستن که خب خارج ایرانه و دستمون بند این مدرس ها شد که بهشون یاد بدیم چیکار کنن، چطور رزومه بسازن. یه سری وبسایت های جدیدی پیدا کردیم، پلتفرم های جدیدی پیدا کردیم که توی این گروه با بچه ها همراه هستیم و خب این گروه ابتدا رایگان بود، یعنی من قصدم برای این بود که کلا یه گروهی بزنم رایگان برای این مدرس ها، ولی خب بازدهی که میخواستم واقعا نبود بازدهی که فکر میکردم باید باشه و یه اشتراکی برای گروه گذاشتیم، مثل شرط و شروط برای گروه گذاشتیم و خدا رو شکر بچه ها یکی یکی راه افتادن و به درآمد رسیدن. یه آپدیتی بدم از این که چرا اینقدر که شما به من پیام میدین، لطف میکنین که به من پیام میدین، چه از حالا طریق پرپلی به من یعنی از طریق یوتیوب با من آشنا میشین و برای پرپلی به من پیام میدین، چه از طریق اینستاگرام یا کسی شما رو معرفی میکنه. متاسفانه من تمرکزم روی پرپلی نیست، یعنی فعلا خودم ثبت نامی انجام نمیدم برای پرپلی و اینکه پیشنهاد هم نمی کنم. البته که بعضی از مؤسسات دارن سعی میکنن، تلاش میکنن که راهی پیدا بکنن برای احراز هویت پرپلی و اگر که پیدا بشه که خب خیلی عالیه، دوباره برمیگردیم. من خودم الان اکانت پرپلی دارم، نمیدونم چرا دیگه خوشم نمیاد از این وبسایت، واقعا برام عجیبه که چرا من از این وبسایت خوشم نمیاد و دوست نداشتم کار کردن توشو. پس پرپلی ما فعلا کار نمی کنیم. اگر خودتون کار میکنید، احراز هویت شدین، میخواین درآمدتون با ما نقد بشه، میتونید پیام بذارین. در مورد پرپلی ترفند دیگه که میتونم بهتون بگم اینه که بچه ها وارد پرپلی بشین، ثبت نامتون رو کامل بکنید، نرختون رو مثلا بذارین رو 7-8 دلار و احراز نکنید. خب کلاسای جلسه اولتون رو برین با شاگردها که خب پرداختی هم براتون نداره و سعی کنین که شاگرد رو از پرپلی بکشونید به یه سمتی که بیاد و با خودتون کار کنه. مثلا بهش بگین که کلن اگه میخوای مثلا که هزینه پرپلی 8 دلاره، تو بیا با خود من کلاس بردار، مثلا توی گوگل میت یا توی مایکروسافت تیمز اگر اشتباه نکنم باشه که خیلی خوبه، بیا اونجا با هم کلاس برداریم. اگر حالا که مثلا پرپلی 8 دلاره، من از تو چقدر میگیرم؟ 6.5 میگیرم، از تو 6 میگیرم، 7 میگیرم و که دیگه اون سود پرپلی، کمیسیون پرپلی رو ما نپردازیم، مستقیم به من پرداخت بکنی و ما با هم کلاس داشته باشیم. اگر بتونین شاگرداتون رو اینطوری از سمت پرپلی بگیرین و اصلا دیگه این وسط واسطه‌ای به اسم پرپلی نباشه که حالا 18 تا 33% هم بخواد از شما کامیشن برداره، این خیلی خوبه. یعنی یه همچین راهی اگر داشته باشه خیلی خوبه. حالا هم اینجا میتونید این کار بکنید، هم توی یه سری وبسایت های یادگیری زبان یا مثلا یه سری اپلیکیشن هایی هستن که خارجی میان اونجا که مثلا من به شما انگلیسی یاد بدم، شما به من ترکی یاد بدین. بعد اینجا هم شما میتونید یه سری دانش آموز پیدا بکنید، زبان آموز پیدا بکنید که بهشون زبان درس بدید. پس پرپلی رو من اینطوری فعلا پیش میرم.
برای نیتیو کمپ که ساعتی $3 هست من اصلا کلا پیشنهادش نمیکنم. اینکه شما میگی من تازه کارم و بذار تازه شروع کنم و اینا، اوکی میتونی، ولی واقعا این حجم دردسر و نمیدونم دمو دادن و این حرف ها خودتون میدونی، من پیشنهاد نمیکنم. مؤسساتی که ما فعلا کار میکنیم یه سری مؤسسات چینی هستن که باز هم من پیشنهاد نمیکنم با هویت ایرانی برین. سایت آی هلو هستش که خود یکی از مؤسسات باش کار میکنه، اصلا شما نخواین بدون اون با اون مؤسسه هم کار کنین، شما مستقل هم که بخواین میتونین براش اقدام بکنین با هویت ایرانی و خودشون ایجنت ایرانی دارن واسهتون درآمدتون رو میزنن. یعنی کسی که میخواد به هویت ایرانی کار کنه این. ولی بقیه مؤسسات و حالا اون پلتفرم‌ها رو من اصلا پیشنهاد نمیکنم با هویت ایرانی بریم. بچه‌ها امتحان کردن و هویت‌های فیکمون بیشتر جواب گرفتن. آره فعلا تمرکزمون بیشتر روی مؤسسات چینی هستش و درآمدش هم چیزی بین ساعتی $3-4 تا ساعتی تقریبا 12-15 اینا هستش. بستگی به مدرس داره، بستگی داره که چقدر لهجه شما خوب باشه. البته انقدر خوب نباشین که دیگه از اون حدی که اونا میخوان بهتر باشین، بعضی وقتا این اتفاق هم پیش میفته، ولی خب مثلا ویدیو خیلی قشنگی داشته باشین، لهجهتون رو سعی کنین اوکی بکنید و عکس خوبی بگیرین، همه اینا مهم هستش. پس من یه گروه تلگرام دارم که فعلا با مدرسام کار میکنم. اگر که حالا سوالی داشتین در این باره میتونین بپرسین. یه مورد دیگه هم هست بچه‌ها، این که یه سری‌ها میخوان تدریس داشته باشن ولی لهجه های خوبی ندارن یا سطح خوبی برای تدریس ندارن. واقعا پیشنهادم به اون دسته از افراد این هستش که شما یه تایمی 3 ماه 2 ماه 5 ماه 6 ماه بذارین و خودتون زبان بخونید، لهجه‌تون رو با یوتیوب خیلی تقویت بکنید. اینا واقعا توی تدریس بین‌المللی خیلی تاثیر داره و اگر میخواین با هویت فیکتون کار بکنید به نظر من نیاز هستش که شما اول اون مؤلفه های یک مدرس بین‌المللی رو نمیگم عمیقاً در باطن، حداقل در ظاهر داشته باشین. یعنی اون لهجه‌ای که حالا مد نظرشون هست یا اون اعتماد به نفسی که مد نظرشون هست و شما داشته باشین، چون یه موقعی هست که وسط کلاس سطح کلاس بالاه و حالا زبان آموزی سوال از شما میپرسه که شما اون کلمه رو نمیدونی و شما مجبوری همون لحظه در لحظه سرچ بکنی ببینی اون کلمه معنیش چی میشه، چشمت به دانش آموز باشه، یه چشمت به صفحه مانیتور باشه که ببینی بخونی یا مثلا به گوشیت باشه. یه مقداری از نظر روانی روی این موضوع کار بکنید، واقعا چیز بزرگی نیست. مثلا چینی هایی که ما باشون دمو میریم برای مصاحبه انقدر زبانشون بده که حتی خیلی هاشون حاضر نمیشن بیان سر مصاحبه، دیر میکنن، بعد میگن که مثلا ما نتمون مشکل داشت واسط آفر میفرستیم. حالا آفر چقدر؟ ساعتی $8 مثلا واسط آفر میفرسته، ساعتی $5، ساعتی $6. یعنی میخوام بگم که کسی که داره از شما دمو میگیره هم زبانش خیلی خوب نیست و بیشتر تمرکز این مؤسسه‌های چینی برای بچه‌ها و نوجوان هاست، مگر اینکه حالا بزرگسال‌ها باشه که برای حالا بیزنسشون بخوان یا یه زبان مثلا خیلی خاصی رو بخوان کار بکنن. وگرنه بیشتر مؤسسات چینی کتابای خیلی ساده، سلام اسم من اینه اسم تو چیه، یا نمیدونم این داره راه میره اون داره میدوه، در این حده. پس یه مقداری از نظر روانی کار کنین روی اون بحث اعتماد به نفستون. و اینکه یه جای خوندم نوشته بود که تدریس آنلاین فقط از دور قشنگه که وای درآمد دلاری خیلی خوبه خیلی اوکیه، اما از یک طرف نمیان به شما بگن که باید اینترنتت خوب باشه، مودم خوب بگیری، سیم کارت خوب بگیری، پاس بگیری، لیسانس بگیری، نمیدونم سلتا بگیری، این همه اینا رو بگیری. خب بله شما نمیتونی مثلا چطور بگم همینجور از راه برسی با گوشی بدون لپتاپ بدون هیچ امکاناتی. الان بچه‌ها مصاحبه میرن کارو میگیرن، اینترنتشون خوب نیست، کارو از دست میدن. خب ابتدای این کار شما نیاز دارین که یه هزینه‌ای بذارین واسه یه مودمتون، یه هزینه‌ای بذارین اگر فیبر نوری نیست، حالا آسیاتک نمیدونم جاهای دیگه، این نتتون رو درست بکنید. یعنی حالا مودمای سیم کارت خور داشته باشین این اوکی بشه، یه هدفون خوب داشته باشین. یکی دو بار این هدفونتون قطع بشه اونا حوصله‌شون سر میره،
میگن آقا ما نمیخوایم با شما کار بکنیم. اینترنت خیلی مهمه، هدفون خیلی مهمه، لپتاپتون هنگ نکنه وسط کار، اوکی باشه. انقدر که اینا مهمه، ظاهر شما مهم نیست. خب حالا برای درست کردن رزومتون درسته شما واقعا نیاز دارین که اگر مدرس بین‌المللی هستین یه مدرک حالا تدریس زبانی داشته باشین، مدرک دانشگاهی داشته باشین و خب وقتی ما با هویت فیک داریم کار میکنیم تمام اینا باید فیک باشه، یعنی ما مجبوریم که این کار رو بکنیم. اگر هم که دوست دارین با هویت ایرانی کار بکنین، مدارس ایران، مؤسسه های ایران، اینا همه نیاز به معلم دارن برای ساعتی 50,000 تومان، 60,000 تومان، 70,000 تومان، اصلا 120,000 تومان. برین اونجا با هویت ایرانی کار کنید. واقعا شرایط اینه، شرایط بده. حالا همه اینها به یک طرف، از اون طرف که ما میخوایم درآمدمون رو چنج بکنیم 1001 مشکل این وسط هست. پس اصلا نمیخوام بهت بگم که وای شغلتو ول کن، اگه تو ایران یه شغلی داری که حالا درآمدت اوکیه بندازش دور ولش کن بیا اینجا با ما کار کن. نه، استرس میکشی اینجا، حالت بد میشه، نتت میره، برق میره، نمیدونم دلار 105,000 تومنه واسه تو رو 90,000 تومن چنج میکنن و بهت میگن این بهترین نرخه. تازه کلی واسطه این وسط هست که تو باید این واسطه ها رو هم حواست بهشون باشه. یعنی بهت میگم که اگر شغلی داری تو ایران که اوکیه، مشکلی باش نداری، شاگردای خودتو داری، مدرس آیلتس هستی، زبان جنرال کار میکنی و شاگردای خودتو داری پولتو به ریال در میاری، اوکی هم هست. خودتو ننداز تو دردسر درآمد دلاری. یا اگر مثلا داری پرپلی کار میکنی، درآمدت خوبه، چه نیازی هست که دیگه بیای با مؤسسه‌های چینی هم کار کنی، 2 تا شغل داشته باشی؟ اگر شرایط اوکیه، توی این وضعی که همه چیز داره انقدر سریع تغییر میکنه، هیچ چیزی ثبات نداره، تو دیگه وضعیت خودتو دچار چالش نکن. این مورد رو حتما میخواستم بهتون بگم، چون که توی لینکدین خیلی دیدم که میان مینویسن که آره فقط میگن که اونش قشنگه، نمیان از بحثای دیگهش بگن. چرا؟ از بحثای دیگهش هم بهتون گفتم. ابتدای کار شما مجبورین هزینه بکنید، چه به دلار چه به ریال باید هزینه بکنین. لپتاپ خوب داشته باشی، مودم خوب داشته باشی، اینترنت خوب داشته باشی و هدفون اوکی داشته باشی. بدون هدفون اصلا حرفه‌ای نیست کاری که میخوای بکنی. و یه رزومه قشنگ بچینی. درسته این رزومه تو نیستی، ولی تو قراره با این رزومه کار بگیری و قراره تو فضای حرفه‌ای کار بکنی. پس این که منطقی هستش که شما یه هزینه‌ای هم بکنی اول کار. نمیگم برو 7 میلیون بده با اون مؤسسه‌ای که خودتون میدونید چه مؤسسه‌ای هستش برای پرپلی و آخر هم وریفای نشو و پولتو هدر بده. فکر شده با منطق ببین پولتو کجا میتونی هزینه بکنی، یعنی این پولو کجا صرف بکنی که چند برابرش بهت برگرده. مال من واقعا برگشت. به من خودم رو دارم مثال میزنم که لپتاپمو عوض کردم، هدفون گرفتم، مودم گرفتم، این کار کردم، اون کار کردم، واقعا تمام این هزینه‌هایی که کرده بودم برگشت. و این ابزار کار شماست، مثل ناخن‌کار، مثل مکانیک، مثل هر کسی که یه چیزی نیاز داره برای ابزار کارش. گفتم که اینو بهتون بگم. با هیچی واقعا نمیشه. اگر شما خونتون جایی هستش که آنتن ندارین واقعا نمیشه بیام بهت بگم وارد گروه شو، اوکی میتونی درآمد داشته باشی، بعد اینترنت همش مشکل داشته باشه، نمیشه. تمام این مسائل هستش. و اینکه همین گفتم یه ویدیو بسازم بالاخره. یکم بر تنبلی خود فائق آمدم. خودم درگیر آزمون آیلتسم و به شدت از این آزمون میترسم، به شدت. یعنی اینقدر که من از این آزمون میترسم از هیچی فکر کنم تو زندگیم تا حالا نترسیدم. و یه دونه آزمون ماک ثبت نام کردم، نیاز با آیلتس 7 دارم و اینه که میگم روی اعتماد به نفستون کار کنیم. من الان فکر میکنم که الان برم آزمون بدم 4 میگیرم، یعنی این حجم اعتماد به نفس بنده اینقدره. برای هم میگم شما رو اعتماد به نفستون کار کنید و بچه‌ها اینو مطمئن باشید. اگر شما وارد فضای تدریس بشید، حالا نمیدونم خیلیاتون حالا هنوزم توی ایران تدریس میکنید، خودتون میدونید، به خصوص نیتیو کمپ خیلی به من کمک کرد و همینطور پرپلی، باز نیتیو کمپ بیشتر. لول انگلیسی زبان منو خیلی برد بالا، چون شما دیلی نیوزهایی که کار میکردی توی نیتیو کمپ مدام اینطور بود که با کلمه و مبحث جدید روبرو میشدی
اگر انگلیسی خوندین توی دانشگاه زبانتون خوبه، اینو نذارین یه گوشه بمونه، تدریس کنید حتی با هزینه کم. یعنی این یه گنجیه که واقعا ذره ذره از دست میره و بعد دوباره برگردوندنش واقعا سخته. زبانتون رو نذارین که بمونه، نذارین که این اطلاعات فسیل بشه و از بین بره. واقعا ارزشمنده. همین. نمیخواستم ناامیدتون کنم، اما گفتم که این حرفا رو باتون بزنم، بهتون بگم که ما گروهمون رو داریم، هر چند وقتی بار ظرفیتش باز میشه بچه ها وارد میشن. یه سریا میتونن کار پیدا کنن، یه سریا نمیتونن. سعی میکنم همچنان پلتفرم و مؤسسه جدید معرفی بکنم. گروه آپدیت میشه مدام و سعیمون بر این هستش که جایی رو پیدا کنیم که درآمدمون هم با کمترین کارمزد نقد بشه. بیشتر از این صحبت نمی کنم. امیدوارم که سال خوبی داشته باشین، حالتون عالی باشه. اگر سوالی بود خوشحال میشم ازم بپرسین. آیدی تلگرام رو پایین میذارم واسهتون، همینطور لینکدین و اینستاگرام میتونین چک بکنید. سایت اگر اشتباه نکنم نمیدونم آی هلو این چیه، اینو هم واسهتون میذارم چون خودم هیچ موقع توش اپلای نکردم، ولی بچه هایی که خودم دارم توش اپلای کردن و فکر میکنم اونم ساعتی $10 باشه. اونم واسهتون میذارم این پایین، پیدا کنم سایتشو. و اینکه همین. دوستتون دارم تا 100 سال دیگه. خدا نگهدار. نمیدونم ویدیو بعدیم کی میشه، ولی امیدوارم که به زودی باشه. مراقب خودتون باشین. خدافظ.